محبوبیت لایق بسیار چیز به زبان عادی اگر فهمه آن است که شعر اصیل صاحبش پیدا میکنه. مثلا محبوبیت رودکی از آن است که 1000 سال گذشته است و اون شعر زنده است. محبوبیت لایق هم آن است که مثلا در لیریکا ما اگر غلط نکنم در سالهای آخر نفری نداشتیم که به منزلت و مرتبه لایق در شعرهای لیریکی رسیده باشد. همین بود، مردم برای همین دوست می‌دارند. هر هنری والا همه خریدار دارد. محبوبیت لایق سببش همون است. باز میخواهم که از نو کودکی نادان شوم، باز میخواهم که از نو کودک گریان شوم. افسوس که تجربه به زبان ازبکی و یک از کتابشان نیست. ما تاجیکی یاد گرفته کتابشان خوانده، فرزنده و هم گفتن این کس یک مرد یگید بودن. اول شعرشان هم هر یک اسکاخ بود. اول کس خیلی نوشته خوانده رفته هم میگرفتیم. مادری بهشتیم، آسمان باعث چی گریان است. در این دنیا گریه تو بس نبود که باز باران است. یکی از شاعران برجسته تاجیکستان می باشد. خطا نکنم اگر 21 می سال 1941 در شهر پنجکین به دنیا آمدند و ما بسیار در مکتب درباره آن کس خوانده بودیم و یکی از اثرهای آن بسیار در مکتب گذاشته بودیم. خطا نکنم مردی راه بود. معلومات نداریم. شوق و هوس همین شعر لغ شعری هستم، تا حاضرم هستم. درباره وطن، درباره عشق، درباره مادر، درباره همه چی بسیار پرزمامون بودن شعرشان. تا حاضرم کمم گوش میکنم، میخوانم. من آوازخوان که هستم، البته که ما از اشعار استاد باید داشته باشیم. استادانی که در حقیقت یک شاعران معاصری که امروز نقش قلم خودشون گذاشتن در زندگی، در تمام امروزه فعالیت امروزه ما که بهترین شخصیت بودن و ما از آن خیلی شاد هستیم، خرسند هستیم که با استاد همکاری داشتیم در دوره جوانی. البته با ترانه های اون که با شعرهای اون کس ما به وایه رسیدیم که بهترین شعرهایی که استاد دارن یک ترانه مادر است که من در تمام معرکه اون ترانه رو میخونم، زمزمه میکنم. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر.